گیری را دارند و از همدیگر شناختی خوب دارند و میبینیم که رقابت نهایی کدام از این پهلوانان را غالب از روی گله میبرارد. استاد ورزش نماینده شهرنمای توبه مرکز محمد شریف نجمیدینов و با یک تکی سبز چمپیون آسیا در رشته گوشتنگیری در سال 2023 نوروز کریمزاد درسنجی در وزن تا 78 کیلوگرم مبارزه برای نشان طلا. خب 5 دقیقه ای که البته در این 5 دقیقه واقعا هم ما شاهد هنرنمایی جالب و دیدنی خواهیم شد، چرا که هم نوروز و هم محمد شریف هنر شایسته خود را نشان داده می توانند. محمد شریف نجمیدینov البته برای دوستداران و هواداران گوشتن ملی گوشتنگیری با لقب خرس خیلی معمول است که مخلصان با همین لقب او را میشناسند و در گوشتن ها هنر شایسته خود را نشان میدهد. نوروز کریمزاد البته بیشتر در مسابقات رسمی شرکت میکند و این نروسنجی البته از هر جهت جالب خواهد بود. از گریبان میدارد نوروز کریمزاد و حلوکی بیرونه حلوکی درونه. ببینیم کشتای برگشته موقعی ها را دیگر میکند محمد شریف نجمیدینov. و پایزنی از جانب نوروز کریمزاد ولی بسیار هم استوار بود محمد شریف نجمیدینov و خسروشاه شایف هم اشاره میکند که سرعت رقابت باید بلند باشد. هر دو هم البته بسیار تجربه خوب دارند. محمد شریف نجمیدینov از حلوک بیرونه نوبت استفاده کرد. میرزا جمیل رمضانov پهلوان شناخته دیگر در همینجا تماشا دارد رقابت ها را. خب آگاهی اکنون اینجا خسروشاه شایف با نوروز کریمزاد میدهد. البته همه وقت در صورتی که دو پهلوان تجربه خوب دارند یا کسبیت بلند دارند رقابت بسیار هم تیز و تون جریان میگیرد و اجرای اصول ها را هم ما به خوبی دیده میتوانیم. در دو حالت اکنون نوروز کریمزاد فشار را بیشتر کرد ولی به نتیجه. البته محمد شریف نجمیدینov که از ناحیه فیض‌آباد از شهرنمای توبه مرکز را نمایندگی میکند در گوشتن سامبو در گوشتن کورش هم هنرنمایی جالب نشان داده بود. فشار نوروز کریمزاد در چمپیونات تاجیکستان آید با گوشتن جودو اگر اشتباه نکنم در سال 2022 بود یا 21 یا 22 بود. در مرحله نهایی نوروز کریمزاد با محمد شریف نجمیدینov هنرنمایی بسیار شدید انجام داده بودند که بالاخره محمد شریف نجمیدینov پیروزی را به دست آورده بود. حلوکی درونه اما نه، این روش با مانند گوشتن جودو بود که در گوشتن ملی البته رایج نیست. این آخران رقابت امروزه است که هر دو انجام میدهند. امتیاز بدن را اکنون محمد شریف نجمیدینov با دست میارد
و فشار دوم اینجا از جانب محمد شریف نجمیدینов که بار دوم با گرفتن امتیاز بدن مشرف میگردد. اینجا نوروز کریمزاد لد برداشت از دست خود یا و اشاره میکند که میتواند رقابت را ادامه دهد. ببینید سرسپرده ترین مخلصان گوشتین ملی این کودکان هم تا این پس شب رقابت ها را تماشا میکنند. فشار محمد شریف نجمیدینov بیشتر میشود. وقت است سولو برای نوروز کریمزاد که نتیجه را دیگر کند، ولی فشار محمد شریف نجمیدینov امتیازی حلال را اینجا به دست می‌آورد. محمد شریف نجمیدینov و با گرفتن مدال طلا مشرف می‌گردد. البته از آغاز فشاری که محمد شریف نجمیدینov داشت بر اعلا احساس میشد و بالاخره پیش از مهلت توانست که با گرفتن نشان طلا مشرف گردد. نماینده شهرنامه توبه مرکز محمد شریف نجمیدینov در این مسابقات با گردن نشان طلا را می‌آورد. نوروز کریمزاد باشد با گرفتن مدال برنجی مشرف می‌گردد.